یک گروه جوانان تاجیکستانی در شهر استانبول ترکیه، بن آلمان و وین استریا در مخالفت با فشارهای حکومت تاجیکستان دست به پیکت‌های اعتراضی زدند. محتوای تمام پیکت‌ها از اعتراض به سرکوبی‌ها و فشارهای حکومت بالای دیگراندیشگان و به زندان انداختن مخالفان سیاسی عبارت بود. در شهر استانبول ترکیه، خانواده‌های برخی زندانیان سیاسی با پرچم دولتی تاجیکستان و نوشته‌های پدرم تروریست نیست و بابایم تروریست نیست به نزد کنسولگری تاجیکستان رفتند. در پیکت اعتراضگران اشاره به آن کردند که سرکوب‌های حکومت با شعاری به خاطر دموکراسی و مبارزه با افراط‌گرایی در اصل ضد آزادی‌های دموکراتیک مردم روانه کرده برای آینده خطر جدی را به وجود می‌آورد. گردیم آمدگان در این پیکت از مسئولین دعوت نمودند که به جای سرکوب و فشار مردم را با برق و آب، جای کار و معاش مناسب تامین نموده عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار نمایند تا مردم بتوانند شرایط برابر برای رشد پیدا کنند. اعتراضگران همچنین مونوپولی منصب و ثروت‌های ملی از جانب یک گروه و به زندان انداختن دیگراندیشان و مصادره نمودن اموال صاحبکاران موفق را به سوی دیکتاتورای واقعی نامیده از افزایش ناامیدی در بین مردم تاجیکستان اظهار نگرانی کردند. در خاتمه اعتراضات گردیم آمدگان یک مراجعتنامه و عنوان تشکیلات‌های بین‌المللی و سازمان‌های حامی حقوق قبول کردند و از حکومت تاجیکستان تقاضا نمودند که هرچه زودتر تمام زندانیان سیاسی را از محبس‌ها آزاد نموده به همه گونه انواع خشونت و شکنجه علیه شهروندان خود ما شهروندان جمهوری تاجیکستان مقیم ترکیه دیروز در نزد کنسولگری جمهوری تاجیکستان واقع در شهرک یشیلکوی استانبول ترکیه تجمع کردیم و هدف از این تجمع ابراز نگرانی و اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرایانه حکومت علیه دیگراندیشان، محدودیت شدید آزادی، شکنجه زندانیان سیاسی و بازداشت‌های بی‌رویه، افزون به فضای دهشتناک اقتصادی و اجتماعی تجمع کردیم و ما در این تجمع که برادران بسیاری صحبت کردند از وضعیت زندانیان سیاسی و از فشارها و تعقیب‌ها علیه مخالفین اظهار نگرانی کردند و در این پیکت یا تظاهرات ما طلب کردیم از حکومت تاجیکستان طلب کردیم که هر چیز زودتر تمام زندانیان سیاسی را از محبس‌ها آزاد نموده به همه گونه انواع خشونت و شکنجه علیه شهروندان خود خاتمه دهد. همچنین طلب کردیم که با فشار و سرکوب و تعقیب دیگر اندیشان سیاسی خاتمه بخشیده به جای آن به مردم کشور برق و جای کار، دسترسی به معلومات و معاش مناسب تامین کند. اینچنین اعتراضگران به عنوان عضو جامعه جهانی از سازمان ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر درخواست نمودند که در برابر محدودسازی‌ها و سرکوب دیگراندیشگان سیاسی در تاجیکستان خاموش ننشینند، زیرا خاموشی آنها سبب پایمال‌شوی روزافزونی حقوق و آزادی‌های شهروندان این کشور گردیده است. برای آزادی زندانیان سیاسی که همواره مورد شکنجه قرار می‌گیرند و دفاع از حقوق آنها اقدام‌های لازمه را اختصاص نمایند، حکومت تاجیکستان را وادار نمایند تا به تعهداتشان در برابر حفظ حقوق انسان و ارزش‌های دموکراتیک پایبند باقی مانده، از همه انواع محدودسازی و آزادی‌ها و سیاست سرکوبگرایانه خود و از برگرداندن وضعیت کشور به اوضاع سال‌های 1937 دست بکشند. اعتراضگران مراجعتنامه خود را به نماینده رسمی سازمان ملل متحد در بان کارالمپیاد و نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در وین سپردند. در برابر خود نمایندگان رسمی این سازمان‌ها وعده دادند که دایر به مراجعتنامه چاره‌های ضروری خواهند اندیشید.